شما دارید انکارش میکنید. چی بیشتر از این میخوای لیوینگستون؟ کافیه. آقای مارشال، شما از دست رو مستقیم سرپیچی کردیم با اینکه ماموریتتون کاملا به خطر افتاده بود. با تمام احترام قربان، ولی شما اونجا نبودی. همون گروهی که شما رو شناسایی کردن، پانتو، مطمئنی که همون اونجا بودن؟ با خاطر میگه الوی صداشون میکنن. کی میخوای به من بگی که اونجا دقیقا چه خبر بود؟ اینجا من سوال میپرسم آقای وودز. قربان اگه گزارش منو خونده باشین. من گزارشتون رو خوندم خانم هرو و بعضیاشون برای باور خیلی سختن. به خاطر همینی که باید یه بار دیگه بریم سراغ این داستان، ولی فقط این بار میخوام از دهن مارشال بشنوم از اولش. قضیه از جای جالب میشه که توی عراق کویت بودیم. یه گروه کوچیک، من، هارو و دوپه. کویت 1991. الوی جلوتر از برنامه است. درست میگی. الوی قرار نیست این دور برو. نه اگه اون یه قاچاقچی باشه. الوی اصلا پول زیاده داده تا اون از خاورمیانه بیرون ببرن. مشکلی نیست. برگه برنده با ماست. اوتلا 42. وقت فکرش بازی. آماده کن. دریافت شد. هدف تو جهته. منتظر حرکتم. انجامش بده. موشک آزاد. حالا بزن بریم سراغش. دریافت شد. درگیری زمینی و تمام. اینم ترافیکتون. خب الوی بین کامبیه و حواستون باشه لیوینگستون اونو زنده میخواد. به هر حال داستان هر گروهی از یه جا شروع میشه و اینجا هم شروع داستان ماست. الوی وزیر دفاع صدامه و بهش نزدیکه. افرادش خوب آموزش ماشین تو تیررسه. 2 نفر. دریا شد. یه کار یادم میمونه. 2 نفر دانه. به سمت دود ادامه بدیم. اونجا یه بیشتر نفر از جلو. تکرار میکنم، یه نفر از جلو، 2 نفر از اونا مثل پشت. میفهمن ما اینجاییم. آماده باشین. درگیر بشین. تو بودی؟ نه. الوی اون ماشین سیاهه. خیابونو پاسو اوه 3 به 1. تکرار میکنم 3 به 1. از ماشینا برای کاور گرفتن استفاده تو خفه. دشمن داشتن زندگی. این ماشین دیگه درسته؟ امیدوارم الوی توش باشه. چشام به ماشین الویه وسط جاده. اوکی در با در من. رو با کن دوپت. یا بیرون. الوی بشین الوی کوچولو بشین. وایسا آروم باش، قرار نیست بهت صدمه بزنی. وایسا CIA؟ ولی ما یه قراری داشتیم. معامله با کی معامله کردی؟ دقیقا با کی؟ بعد نگو دروغ گو. آدم شما قرار بود من فراری بده. افرادمون؟ منظور نه اینو حتی عراقی هم نیست. پانتون؟ فانتون؟ ما باید بریم. شما یه سری شانس هم جلوشون ندادیم. اونا هنوز ما شناسایی نکردن. کجا؟ تازه بازی شروع شده. سریع. بریم سراغ اصل مطلب آقای مارشال. گروهی که دریافت کرده اید پانتوم بوده. گروهی که خودشو یک گروه شبه نظامی چند ملیتی خطاب کرده بوده و خودشو نشون داده بوده. تو به ما گفتی منتظر پشتیبانی میمونی ولی دنبال کاغوی بازی رفتی. با سریق با پایش نشون بدیم قربان. چیکار میکردی؟ خانم هرو، آیا ایشون از دستورات سرپیچی کرده؟ بله قربان، ولی جدول زمانی تصریح شده. دقیقا خودشه. من اینو از شما انتظار داشتم، ولی نه از شما. بله قربان، مأموریت ما این بود که الوی به هر ضرورتی که شده بگیریمش. اوه حواسم بودش.
پس الان توضیح بدین که الوی چرا الان توی صفحه بایگانی هستش. اینا کیه؟ پانتوم از گروه‌های سابق و عوامل آمریکایی تشکیل شده. نمیدونم کی رهبرشون میکنه. و که اونها راه خروج اون مسدود کردن نیاز به پشتیبانی داره. وایس ببینم دارن چیکار میکنن. فرج نزدیک باش تو راهی. نه ما اونجوری شناسایی میشیم. البته که داره سرعتمون رو کم میکنه. البته تو مامایی یا اونا من و شما. لعنت بهش. مرد باهوش. دوپت بازی شروع کن. حل چشات وقتش ماشینای BMW بیاریم رو کار. بزن بریم سر کار دوپت. آها این همون هیجانیه که میخواستم. وقتش یه اتک سنگین بزنیم. اوه سنایپر دارن. تو منطقه هست؟ لعنت بهش این کار خودم. اوه لعنت بهش نوبت کادویی که واسه شما آماده کرده بودم. یا سالگردتون مبارک. آها محل تجمع اون کافی. تو هم یه گوشه ما رو بده یه شب خون رهبری بر کنیم. خود بکن. این تنها راه فرج داریم نزدیک میشیم. جواب بده. مطمئنی که به موقع میرسه؟ تا فقط ما نگران این باشه که سرعتمون رو کنتر نکنی. با چند تا هدف باز اون پایین داریم. پانتومی تو اسمارتی چه پاره کن. حواستون باشه ممکنه با ماشینای دست پر بیان. زود باشین. فانتوم منطقه بالا داره. تو نمیتونی بشینی. این دو نفر برای خودمه. مارشال حواست به روبرو باشه. روبروی خودت امکان داره از اونجا هم بیان. یعنی این طرف خیلی زیاده. یک اینم دو. یا جا برای شما هم هست. اونا سنگر گرفتن. حبستازی شد. به سمت غرب سریع. الوی جایی باهاتم. خاطر. تو من از اینجا بده بیرون و من هر چیزی که میدونم رو بهت میگم. باید بگی به هر حال. وگرنه خودم میکشم. فرج پایین میبینمت. این پایین یا فرجه. بلند شو خودتون به مشمردگی نزن. بیا اینجا. آیا این عدلش. آخا خشتر زدی. این نخوش آمد. تن لشتو ببر کنار. بایستی تا بوز درباره این خیانت بدونه. اوه، باشه لده ببین معروف اینجا خیانتکار کی CIA. اینجاست؟ فراره برای اسطوره فراری. مارشال پروژه جدید وودز. میتونی این ماجرا جمع کنی پسر. من کارم اینجا تموم. جین تو یه هدف خیلی ارزشمند رو توی خونسردی کامل کشتی و امنیت ملیتی ما رو توی خطر گذاشتی. الوی نباید به دست پانتون یا لنگلی میافتاد. CIA شناسایی شده ولی اون من نیستم. من فقط یه بدلکارم. از همه انتظار داری اینا رو باور کنی؟ جین میخوای دهنشو واسم ببندی؟ چه جورم؟ صبر کن من یه پیام برای وودز دارم. بگو ببینم. بهش بگو پیشوا رخ. حالا این چه معنی؟ وقت رفتن. تو ماشین منتظرش بودم. نوبت من دوپت آماده باش. که از این لانچر استفاده کنم. ساعت 6. یکی لانچ. بیارش پایین. دومی لانچ. باید حتما با این RPG دو تا مونده. دوپت حالا سومی لعنت. ما خوبیم. دوپت سریع و در آخر
آها زدی تو کار سخت و مفت الان چه بری گوینای پروازی تو یه راست کم میکنی راننده باشه. هیچ خطری توی فضای هوایی نیست ما پاکیم حالا وقت موزیک البایه اوه اینم بودش چیز دیگه مونده که اضافه کنی؟ با وجود نقص در رفتار و از دست دادن الوی برگردوندن راشل ادلر نوعی ارزش بله قربان خانم هارو آوردن یه عامل سرکش این موفقیته راشد ادلر لکه ننگی که توی پانامو به امو خیانت کرد و الان مسئولیت وضعیت شما هستش آقای وودز پس چرا؟ اون در حال تلاش بود که چیزی رو بهتون توی کویت بگه پیشوا رخ میگیرد این نظری در موردش ندارید؟ بدون سرنخ. خیلی خوب بر اساس گزارش نچندان جالب از هارو و توقیف اطلاعات در مورد راشل ادلر تیم شما توقیف میشه جدی میگی؟ این مزخرفه. و همینطور شما خانم هارو خودتون رو یه لایه نخ نازک در نظر بگیرید افرادی مثل من و ادلر تنها دلیلی هستیم که الان روسی حرف نمیزنیم. جنگ ساعت تموم شده آقای وودز و این شما و راشد ادلر رو به تنها هفته کش جهان تو دوران گذشته تبدیل کرده از این زمان برای فکر کردن استفاده کنید مرخصید اما تو اتاق من ساعت 5 بهت پیشنهاد بدم بیشتر از این دنبالش نری ماشا بری کارتو تحسین میکنی؟ لازم نیست همه یادآوری یا زخم باشن جان ما اینجایی پرو. چون تو یه چی میدونی باید بهم بگی که قرار سراغ چی بری من و بچه ها فقط به یه مقدار زمان نیاز داریم. میدونی یه مقدار سفر بریم یا یه مقدارم فکر کنیم. ببین میتونم جونتو با تمام قدرتم حفظ کنم ولی اگه این کارا به بیراهه بکشه اون وقت خودتی و خودت دریافت شد. یه چیزی بهت بده کارم. یکی؟ مطمئنی؟ یه لطفی بکن به امترایی خودتو به کشتن نده ببینم چیکار میشه کرد. پیشوا رخ میگرد معلومه که بوز میده معنیش چیه. ادلر به ما در مورد یه جایی گفته بود در یه سیاه طبق حرفای وودز اون و ادلر 15 سال پیش یه پناهگاه متروکه از شوروی توی بلغارستان پیدا کرده بودن بهش میگفتن رخ. یه سال پیش ادلر قبل از اینکه قیبش بزنه دنبال شایعاتی در مورد یه گروه شبه نظامی خطرناک بود یکی که از داخل CIA دستور میگیره. اون باور داشت که فانتوم در حال ساختن یه صدای جدیده با برنامه‌ای که اگه آزاد بشه دنیا تا به حال شبیهش رو ندیده و اون نمیدونه. به زودی مدارکی که ازش فاش میشه که قرار ادلر رو متهم کنه و اون فرار. به کجا؟ به اینجا. و چیزی که اینجا پیدا کردیم همه چیز رو تغییر کنه. و الان سوال من اینه چقدر ادلر رو میشناسیم؟ چقدر لیوینگستون رو میشناسیم؟ و چقدر خود CIA رو میشناسیم؟ من یه شکایی به جین دارم. وودز شاید در مورد ارزش درونی اون راست میگفته ولی اون الان بین یافته‌های ما و لنگلی هاست. ولی ادلر به ایده ما رو برده اینجا برای توقف فانتوم قبل از حملش. برای این کارم وود گفته که باید برگرده و این قرار نیست آسون باشه. ولی ادلر یه کلمه خوب جا گذاشته، یه مکان خوب برای شروع. وقت کشی دیگه بسته. نقشه رو میدونی. حرف تو درست. ثباتی دوم هنوز ایده نرم چرا ادلر میخواد آشنا بشه ولی خب سرنخ. نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. شک دارم که حتی کرده باشه. به جای من نه. چی؟
ولی باز اون جزئی از پانتئونه. خب پس به کی میتونی اعتماد کنیم ها؟ تو قبول کردی که با تو آوالون آشنا بشه، پس ما هم انجامش میدیم. خب یه پسر کوچیک چکمه‌های بزرگ پوشیده. نباید قبل اینکه با اون ارتباط برقرار کنیم عقل رو پیدا کنیم. دقیقاً به خاطر همین دارم میرم مونیک تا دوست قدیمی تو راستوریس کنم. اوکی؟ دوست به سختی نمیتونم کنار یه عوضی بایستم، ولی خب نیازش دارم. به هر حال باید بینی تو محکم بگیری. اگه همینطور که میگی خوبه پس خوبه. تا قبل از اینکه دوپت برگرده ما اونو شناسایی کردیم. اگر لیوینگستون رو توی بشکن انداخته باشه و زجرش نداده باشه. جزئیات ماموریت روی تخته هست. من دارم میرم. اگه چیزی نیاز داشتی خبرم کن. دوپت، من چند تا ایده دارم که چطور بتونیم پناهگاه مزخرف رو پاک کنیم. هر وقت زمان داشتی بیا پیشم. عالی. خب بگو ببینم چه نوع فرشته‌ای زندگیتون نجات داد؟ رجیم بود. عجیبی که هنوز زنده ای دوپت، چون همیشه داری مزخرفات تحویل میدی. بذار برم سر اصل مطلب. با این وضعیت مالیمون هیچ غلطی نمیتونیم با این خونه بکنیم. فعلا این سختی بالا سر ما هست، همین کافیه. ولی برای یه تیم فکر کنم باید دنبال تعمیرات اساسی باشیم. یه انبار اسلحه باید تمرین با فسیل و یه میز کار و البته کلی چیزای دیگه که قطعا دالتمونه باشه. ولی مشکل اینجاست که اینا قرار نیست مفتکی در بیاد. جز اون مارشال یه چند هزار دلار که توی یکی از اتاقا قایم شده بود و پیدا کرد. ولی به جز اون ما قرار از صفر شروع کنیم. و همینطور به حساب بانکی خودمون دست نزن، چون کسی زیر نظر دارتش. و همینطور وقتی تو معمولی دنبال پول نقدای باش که این ور اونور افتاده و قرار مثل رابین هود عمل کنیم، از پولدار بدوزیم و به فقیرا بدیم. این منم. صحیح. تابلویی که پشت سرمه یه فهرست از هزینه‌هایی که قرار انجام بدیم. یه نگاه بهش بنداز. بهتر بریم خودمون رو برای مأموریت بعدی آماده کنیم. فعلا اینکه چیزی به درد بخوری اینجا نیست. بالاخره. الو. دوپت زیر بازی تلفن. یه میکروفون و یه عکس. یعنی دیگه از مدیر رو اصلا شده. کارگاهی است. امروز تو قرارش رو قرار با پانتئون که تماس تلفنی داشته باشه. حواست باشه. ما با اون تماس نیاز داریم. امیدوارم کار توی مسافت‌های دور خوب باشه. اوه. از کجا؟ با چی؟ توی برج کلیسا یه اصله آماده کردیم. دیده خوبه. بهش میرسی. توی قرارش افراد بسیار زیادی در حال نگهبانی اون پایینن. چی کار هست شاید بشناسم؟ آتاق اسلحه، کارتل و هر چیزی که براش پول شده است. پانتئون به این یارو زیاد نیاز داره. پس حواست باشه. اینکه آماده ارائه محصولاتشه. مشتری مثل یه دومینو میمونه. و از این قرار بریم سراغ تیکه های بعدی. نفر بعدی جان استادی. استادی؟ با یه وهم میاییم. دقیقا همینجا نزدیک باجه تلفن. خب بریم. قوانین ساده است. همشون رو میدونی. یه از اولیش. دومیش. چهارمین نفر.
پنجمی ششمی صدای خوبی داره هفتمی با هشتی کنجم خب خوبه بریم نزدیک میشیم باید آماده هر چیزی باشیم اون دنیا بهت خوش بگذره نه ما به صدای اون نیاز داشتیم برای ادلر. اوه به هر حال اولین هدف زده شد. میمونه هدفهای بعدی. خب جالب شد با این ور نزدیک پاچه تلفن منتظرتیم. الان دیگه خودتی و خدای خودت. اوکی از اینجا به بعدش دیگه نوبت منه وای اصلا هیچی خشابش پر نیست چیزی نداریم فقط مهم فرق کردن چاقو تقدیم به تو بودو برس زود باش باش بیا بالا. پاسیو باشه درسته ای کمش کن. اسمش گابریله. کارشو خوب بلده. استاد یه جلسه استراحتی توی هتل چتاوا برگزار کرده. مدیر 3 تا گروه میخوام اونجا با پانتوم معامله کنه و مثل همیشه باید بریم اونجا و صاحب مجلس رو از دار کنیم. آتیش کن بریم سمت هتل. زود باش. افرادشون توی رستوران طبقه دوم مال اوناست. خب پس در از داخل باز میشه. اوکی باید با هماهنگی وارد بشیم. لازم وقت کافی داریم که خودمون همرنگ اونو کنیم. حالا شد. دقیقا خودمون شبیه اون عوضیه کردیم. برجه هم مثل اون کارهایی که میکنی اون عوضی ها رو بکش. پس یه جورایی نقشه خودتو پیش میبری. طبقه دوم اونجا باید بریم. اوکی سیف روم طبقه دوم اونجا باید بریم. آجیرا به صدا در میان. هست وقتی اونو شناختنت نقش بازی همونطور که کارتو انجام. استادی منتظرت 40 تا بدار بخور هست ولی ایشاد کنم نیازه. امامت بزرگیه. خب از در پشتی وارد میشیم. آشپزخونه. اوه سلام داداش
ای لعنت به خودتو هفته. خب از اینجا به بعدش دیگه پر سر صدا. بیاید اینجا عوضی ها. رفتم با حواسم باشه از در پشتمون که وارد شد. اوه مرسی. اوه از پشت ذره سوزش امیر احمد. تعداد که بالا زیاده. این برو تبدیل به شما عشق لعنتش. Just. تقویم تو عوضی. اسلحه ها تو بنداز زمین عوضی برادر عزیزی. خب اسم کجاست؟ اوه یه چیزایی بلدی. خوشم اومد. آروم باشو نقش بازی کن. منتظر علامتم باش. ببینم داره اونجا اتفاق میفته. میدونی که وقت برای این کارا نداریم. نه فقط یه دوست قدیمی اینجاست. خفش. چه خبر بعد از اون دوران فمگ؟ ببینم این صدای دوپته. همه چی از اون اتاق بازجویی شروع شد و حتی شاید امپراتوری من هم به اونجا ختم میشه. پس بهتره بمیره. برادر با برادر اینطور بودیم درسته؟ به هر حال واقعیت فاش میشه. فقط اون عوضی رو بکش همین. هیچ وقت. گذشته ها گذشته. بکشش. این مردش هم حتی برای اون مشکل سازه. خدا نگهدار. بگه که تو خط ببینه. دنبالش.
چند تاشون با آرمورای سنگینن. نمیشه رسیدیم به آخرش استادی. In the fire of the final dawn, I rise alone but not withdrawn. Every scar carved into my skin, a silent oath I breathe within. I hear the call of broken thrones, the echo speaks through shattered bones. No mercy left, no prayers remain. I walk the path of blood and flame. I stand unchained, I stand awake. This world is mine, I will not break. Through the dark, through endless pain, I claim the crown, I claim the rain. Let the sky collapse in flame. Let them fear my spoken name. No gods above, no fate below. I am the storm, I am the blow. This is the end, they can't outrun. The war is here, the war's begun. I stand unchained, I stand awake. This world is mine, I will not break. Through the dark, through endless pain, I claim the crown, I claim the rain. Let the sky collapse in flame. Let them fear my spoken name. Through the dark, through endless pain, I claim the crown, I claim